سلام به عاشقان پرسپولیس، حالتون چطوره؟ در آستانه بازی پرسپولیس و گل‌گهر هستیم. توی بازی گذشته پرسپولیس با فولاد و چادرملو ملوان نتونست نتایج خوبی کسب کنه و هر سه بازی با تساوی به پایان رسید. حالا پرسپولیس در آستانه بازی حساسه. اگه پرسپولیس بتونه این بازی رو ببره، گام بلندی برای خارج شدن از بحران برمی‌داره. وحید هاشمیان نشون داده مربی محتاطیه، زیاد هجومی بازی نمی‌کنه و اولویتش حفظ دروازه. شاید کار منطقی باشه. خیلی از بازیکناشون هم تو بازی قبل نبودن و به علت مسئولیت نتونسته پرسپولیس با اسکواد کاملش توی مسابقات قبلی حضور داشته باشه. این بازی باز دست کادر فنی بازتره و بازیکنایی مثل محمد عمری، اورونوف برگشتن و میتونن به پرسپولیس کمک کنن. پرسپولیس برای اینکه بتونه توی این بازی به موفقیت برسه، باید توی حمله با تعداد نفرات بیشتری حضور پیدا کنه. توی بازی ملوان این اتفاق افتاد، نسبت به بازی چادرملو بهتر بودن و فقط مهاجما نتونستن از فرصت‌ها استفاده کنن. علیپور روز خوبی رو نداشت و بیفوما هم یکم برشانسی آورد، یه جایی سر خورد و یه جایی هم تو چون نزدیک دروازه و گل بود نتونست اون موقعیتی که رفت بیرون دروازه. توی بازی با گل‌گهر که آقای تارتار هم سرمربی گل‌گهر مسلماً میاد که بازی رو ببنده، فضاها رو از بازیکن پرسپولیس بگیره و دل ضد حملاتی هم داشته باشه. سبک دو تیم تقریبا شبیه به هم دیگه است. هر دو تیم روی حملات سریع و ضد حمله ها معمولاً برنامه دارن. پرسپولیس فقط این که داره تو تهران میزبانی می‌کنه برای بازی چهارم که اگه از این فرصت‌ها استفاده نکنه ممکنه براش در آینده گرون تمام بشه. هنوز یه سری حواشی و دو دستگیری توی پرسپولیس هست که اگه هواداری پرسپولیس بخوان تیمشون نتیجه بگیره، باید از تیمشون کامل حمایت کنن و حداقل به عنوان یک هوادار وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن. اما راجع به ترکیب احتمالی بازی بگم که پرسپولیس قراره تو این بازی تقریبا با ترکیب مشابه بازی قبلی به میدون بره که دروازه‌بان که همیشه پرام نیازمند بوده توی بازی گذشته، دفاع وسط مرتضی پورعلیگنجی به جای کنانی مصدوم، مثل بازی قبل ابرگویی هم که توی بازی‌های گذشته عملکرد خیلی خوبی داشته، زوج پورعلیگنجی رو تشکیل میده. دفاع چپ بازم وحید هاشمیان مثل اینکه به فرشاد احمدزاده اعتقاد خاصی داره و اون به میلاد محمدی ترجیح داده. سمت راست سهیل صحرایی قراره دفاع راست بازی کنه، چون ممکنه توی بازی گل‌گهر روی ارسال‌ها برنامه داشته باشه و به خاطر همین وحید هاشمیان سهیل صحرایی رو مثل بازی سپاهان دوباره دفاع راست گذاشته و مثل بازی قبل که بتونه از قدرت سرزنی اون استفاده کنه. ولی به نظر خودم یعقوب برجه خیلی میتونه تو فاز خصوصا هجومی به پرسپولیس کمک کنه. تو فاز دفاعی هم تو بازی فجر سپاسی خیلی خوب کار کرد و چندین بار بلاک دفاعی موفقی داشت و از نظر دفاعی جزو بهترین بازیکن‌های پرسپولیس بود. به جز صحنه گل فجر که یک گل انفرادی بود از حسین شهابی بازیکن فجر، کلا یعقوب برجه هم شاید اگه یه بازیکن دیگه هم بود اون موقعیت گل میشد، چون واقعا یک گل انفرادی بود. راجع به هافک دفاعی باکیش و سروش رفیعی بازی ملوان بودن، ولی به نظر من سروش رفیعی باید یه خط جلوتر بازی کنه، یعنی به عنوان هافک هجومی یه دونه هافک دفاعی که باکیشه. حالا اگه بخوام تو فاز دفاعی دو تا هافک دفاعی داشته باشیم، خداوندلو میتونه کنار باکیش و سروش خط جلوتر که احتمالاً حالا بعد ببینیم تا بازی شروع بشه ببینیم آیا سروش بازم میخواد کنار باکیش خط عقب‌تر بازی کنه یا نه ممکنه بره جلوتر. اما خداوندلو ممکنه به عنوان وینگر راست مثل برخی بازی‌ها که وحید هاشمیان مثل زمان کریم باقری و کارتا که خداوندلو وینگر راست بازی کرد، تو این بازی هم وینگر راست باشه. وینگر راست خداوندلو میتونه تیم کمک کنه، ولی خب با توجه به اینکه پرسپولیس وینگرهای زیادی داره، به نظر من خداوندلو میتونه به عنوان یک بازیکن جنگنده و تخریبچی تو خط هافک دفاعی مکمل خوبی برای باکیش باشه، چون سروش رفیعی عملاً وقتی عقب بازی می‌کنه اون خلاقیت و پاس‌های کلیدی از تیم پرسپولیس حذف میشه. سروش بعد نزدیک به مهاجمان باشه و بتونه از قدرت خلاقیتش استفاده کنه و به تیم کمک کنه. توی سمت چپ هم که احتمال زیاد بیفوما به عنوان وینگر باشه و امید آلیشا به عنوان هافک هجومی، ولی خودم که نظرم گفتم که سروش هافک هجومی باشه، امید آلیشا راست باشه و بیفوما چپ، علیپور مهاجم نوکیایی که کلا تو بازی اگه بخواد دو مهاجم استفاده کنه، نظر من اینه که بیفوما کنار علیپور مهاجم باشه و سروش رفیعی هافک هجومی، امید آلیشا وینگر چپ و خداوندلو وینگر راست. اگر بخواد اسکواد پرسپولیس تو این بازی همین نفراتی که گفتم باشه، ولی اگه همه بازیکن‌ها به سطح دیگه برسن، قطعا اورونوف میتونه چپ بازی کنه، محمد عمری میتونه راست بازی کنه و بیفوما و علیپور مهاجم. امیدوارم پرسپولیس بتونه تو این بازی از موقعیتاش به خوبی استفاده کنه، توی ارسال‌ها مراقب بازیکن‌ها، مدافعین و مهاجمای خطرناک گل‌گهر باشه. تیم مهدی تارتار همچنین نشون داده که تیم فرصت طلبیه و پرسپولیس باید خیلی حواسش رو تو این بازی جمع کنه که به گل‌گهر موقعیت خاصی نده. و در پایان امیدوارم که پرسپولیس بتونه با بردن این بازی شرایط خودش رو برای ادامه فصل بهتر کنه و به سوی موفقیت گام برداره. مرسی که با ما همراه بودید. اسکواد سرخی عزیز، موفق و پیروز باشید.